اگه تو کسی هستی که عاشق بادمجونی، پس این غذا رو اصلا از دست نده. اول از همه بادمجونا رو با روغن و یه مقدار زردچوبه خوب سرخشون میکنیم. اگه میخوای بادمجونات خیلی روغن به خودش نگیره، قبل از اینکه سرخشون کنی یه نیم ساعت بذار توی آب و نمک که هم خوش طعم‌تر بشن، هم خیلی روغن به خودشون جذب نکنه. بعد از اینکه بادمجونا خوب سرخ شدن، اونا رو برمی‌داریم و حالا نوبت میرسه به 2 تا دونه پیاز. اونا رو نگینی خرد میکنیم و توی همون روغن یه مقدار تفت میدیم. حالا میرسیم به قسمت جذابش. 3 تا دونه گوجه رو بردارید، همینجوری مثل من برش بزنید و بدون اینکه پوستش رو بگیرید روی پیازا بچینید. و حالا در مایتابه رو بذارید 5 دقیقه بهش زمان بدید. اینجوری خیلی راحت پوست گوجه ها کنده میشه. فقط حواستون باشه که یه وقت پیازا نسوزه. بعد از اینکه یه مقدار گوجه رو خرد کردین، میتونید بادمجونا رو اضافه بکنید و حالا نیاز به یه گوشت‌کوب داریم که این ترکیب خوشمزه رو حسابی بکوبیم. به این شکل که در اومد کاملا اوکیه و حالا نعنا خشک رو اضافه میکنیم و حسابی تفتش میدیم که بوی نعناداغ به خورد این غذای خوشمزه بده. اینجاست که انفجار طعم‌ها قرار رخ بده. این کشک خوشمزه با این ترکیب بادمجون و گوجه و نعناداغ حسابی ترکیب برنده‌ایه. من مطمئنم که تو عاشق این غذا میشی. حتما درستش کن و نظرت رو حتما برای من کامنت کن. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا با من همراه بودی. اگر که این ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایک کنی و منو سابسکرایب کنی. دوباره خیلی زود برمیگردم.